سلام خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت شما میهمانان گرانقدر، اساتید محترم، دندانپزشکان عزیز و فعالان حوزه سلامت دهان و دندان. Good morning everybody, dear distinguished guests and ladies and gentlemen. Thank you for inviting my team at the Korean Embassy. I'm so delighted to have a chance to meet you all today. It is my great honor to make a congratulatory speech at this prestigious symposium. I would also like to extend my warm welcome to Professor Choi and Professor Jung of Yonsei University in Korea. They have come a long way, all the way from Korea. سمپوزیوم دیجیتال ایمپلنتولوژی شرکت دایوپارس با استقبال بی‌نظیر دندانپزشکان و با حضور حدود 600 نفر از دندانپزشکان برگزار شد. دیجیتال دنتیستری یکی از اپروچ هایی هست که خواه نخواه بدنه و در واقع قاطبه دندانپزشکان رو خواه نخواه با خودش مواجه خواهد کرد و لذا انتظار من هم این بود که چنین موضوعاتی در فیلد دندانپزشکی به خصوص در ایمپلنت دنتیستری مورد استقبال و در واقع شرکت گسترده دندانپزشکان قرار بگیره. ایمپلنتولوژی الان در زمینه بحث ایمپلنت خیلی کمک میکنه به کاهش آلام بیماران و همچنین پیشرفت و راحتی کار ما ایمپلنتولوژیستان. استقبال دندانپزشکان راجع به علم دیجیتال مطمئناً روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد. مطمئناً دنیای دندانپزشکی به سمت دیجیتال خواهد بود و دایوپارس از این ابتکاری که به خرج داره مطمئناً استقبال مثل امسال که یک استقبال خوبی بوده سالهای آینده هم بیشتر و بیشتر خواهد شد و همکارا رغبت بیشتری دارن که تو کار دیجیتال وارد بشن. سمپوزیوم سخنرانان مطرح از کشورمون و همچنین از کره جنوبی شرکت داشتن و موضوعاتی که به بحث و بررسی گذاشتن جدیدترین مباحث در حوزه دیجیتال ایمپلنتولوژی بود که واقعا با استقبال بی‌نظیری از سمت مخاطبین و حضار مواجه شد. تمرکز این سخنرانی ها بر موضوع نویگیشن و دیجیتال ایمپلنت هست. خوب از این لحاظ که همکاران رو بیشتر با این پیشرفت‌ها آشنا میکنه. از یه طرف با توضیحات خیلی کاملی که همکاران میدن به دندانپزشکان نشون میده که باید اطلاعات خیلی خیلی کافی برای ورود به این هیته از ایمپلنت و جراحی ایمپلنت داشته باشن و همچنین پروتزش و فقط اینکه اطلاعات یا تجهیزات رو در اختیار بگیرن برای
استفاده از این سیستم کافی نیست. انقدر اینجا مجموعه ورای از اینکه یک شرکت تجاری داره اینجا مراسم رو اجرا میکنه، انقدر علمی است که من خیلی ممنونم از این همایش سمینار، برای اینکه کاملا قابل استفاده است برای همه. سخنرانی‌های متعدد ایرانی و خارجی و راجع به تمام موضوعات، در کنارش خب کارگاه‌هایی هم که بود بسیار موثر بود، به خصوص که اولین کارگاه فول آرچ در ایران رو برگزار کردن آقای پروفسور چوب که خودشون مبدع این کار هستند و مستقیما از خودشون آموزش گرفتن. خب قطعا این روش نوین ترین و جدیدترین روشیه که در ایمپلنتولوژی در واقع به وجود اومده و همه باید ازش استقبال بکنن و آموزشش رو ببینن. سخنرانی شد در مورد یه بحث نوینی پیش اومده که مثلا با 6 واحد ایمپلنت توی هر فک میشه برای بیماری که کامل بیدندان هست پروتز رو به صورت فوری تحویل داد. یکی از دغدغه مراجعینی که با مراجعه میکنن اینه که وقتی که دندون رو میکشن تا زمانی که میخوان پروتز رو از ما بگیرن بین 3 ماه تا 6 ماه ممکنه که بی‌دندان بمونن، ولی خب با این روش ما میتونیم به صورت فوری و به صورت موقت بهشون یه روکشی بدیم که از لحاظ روحی روانی خیلی برای بیمار مهم هست. سمپوزیوم خیلی خوب و پربار بود، واقعا استفاده کردم سخنرانی‌های وزین و علمی و از اینکه در سیستم‌های دیجیتال پیشرو هستی واقعا ازتون ممنونیم. امیدواریم که این پیشرویی همیشه ادامه داشته باشه. امروز توی 4مین سمپوزیوم دایوپار شرکت کردم. به شدت خوشحالم که اصلا اینجا بودم. کلاس فوق‌العاده بسیار مفید و خسته نباشید میگم بهتون بابت این سمپوزیوم. امروز در 4مین سمپوزیوم شرکت دایوپارس هستیم. از اساتید برتر کشور اومدن و خیلی نکات مفیدی رو گفتم و واقعا عالی بود. ممنونم ازتون. با توجه به استقبال صورت گرفته از این سمپوزیوم بر آن هستیم که در سالهای آتی این مسیر ادامه پیدا بکنه و بتونیم هر سال دستاوردهای جدیدتری رو در حوزه دیجیتال ایمپلنتولوژی و دیجیتال دنتیستری در اختیار دندانپزشکان عزیز قرار بدیم.